ساختار کشاورزی فراگیر ساحه‌های مختلف استحصالی بوده، یکی از سمت‌های آن غله‌کاری محسوب می‌یابد که امروزها جمع‌آوری حاصل پخته رسیده با مرام ادامه دارد. البته زیر مفهوم غله‌دانگی‌ها اساساً جو گندم و شالی در نظر داشته شده است که نسبت به دیگر نمود غله‌دانگی‌ها همساله بیشتر کشت گذرانیده می‌شود. سال جاری مساحت غله‌دانگی‌ها یعنی جو گندم در مجموع 85656 گکتار را طبق معلومات فوری سرریاست کشاورزی تشکیل می‌دهد و از این نشاندار تا به سنه 1 ایول 31469 گکتارش درآمده و حاصل جمع‌آورده شده احوال 63390 تن به قید گرفته شده است. باید تذکر داد که غله نیز از زمره زراعتی است که حاصلناکی بلندش با نظرداشت انتخاب تخمی فراوان حاصلی مطابق اقلیم همان محل از رعایت طلبات اگروتکنیکی پرورشش یعنی پیشگیری از پیدایش و پهنشوی کسلی و حشرات ضرررسان، دادن معیاری کافی آب و آذوقه، تازه کردن از علف‌های بیگانه و امثال آن را تقاضا دارد. البته این در زمین‌های آبی اگر مقصد رعایت حاصل فراوان باشد، رعایت حتمی طلبات اگروتکنیکی مهم ارزیابی می‌گردد. در زمین‌های للمی باشد شرایط پیش آورده طبیعت یعنی بارشات و معتدل آمدنی هوا عامل اساسی حاصلناکی زراعتی که شده به حساب می رود. در خواجگاه کشاورزی ولایت سوخت زیاد از 82000 گکتار کشت غله‌دانگی خویشدار هم در فصل ترما هم در اولی بار کشت گذرانده شده است. روز در ولایت تا 200 عدد کمباین‌های غله‌دارا فعالیت دارند. نشاندادهای بهترین در شهر اصفهان خصوصا خوجگی، تخم‌پروری، کپریتی تجارتی چارکو، نویس پیتامین خوجگی، تخم‌پروری، نوروبود و یک چند خوجگی‌هایی که بیوسته در سمت تخم‌پروری گندم فعالیت دارند. سال گذشته هم بود تا 75-80 سنه حاصل گرفتند و این حاصلناکی بلنده امسال گرفته می شود. باید تذکر داد که در زمین‌های آبی طی سال‌های آخر خواجگیداران به تخمی‌های فراوان حاصل که بیرون از حدود کشور وارد کرده می‌شود توجه ظاهر نموده، همزمان از نوع‌های مختلفی تخمی گندمی آلمانی تاجیک استحصال کرده استفاده برده ایستادند. خلاصه در زمین‌های آبی برای گرفتن حاصل بلند گندم اجرای طلبات اگروتکنیکی قبلا ذکر گردیده مهم ارزیابی می‌گردد.